که بوی بد دهان روزدار نزد خداوند از بوی مشکم چه عزیزتر و خوشبوتره. و علما میگن بعد از زوال که به طرف غروب میرید، هرچی به غروب نزدیکتر میشید این معده که خالی تر میشه بوی و رایحه بدی رو ترشح میکنه، نتیجه خلو معده هست. کراهت داره خصوصا بعد از عصر به طرف غروب که این بوی بدی که نتیجه عبادت و روزه هست بخوای با مسواک زدن از بین ببرید. مسواک کراهت داره، این بو باید به اوج برسه. این بو خریدار داره، خریدارش اللهه. بوی مشک نتیجه عبادت و بندگی است، مثل خون شهیده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اللون لون الدم و الریح ریح المسک. خون شهید رنگش رنگ خونه، اما بوش نزد خداوند بوی مشکه. خداوند در حج موهای پریشان و صورتهای غبارآلود و قدمهای غبارآلود در صحرای منی و مزدلفه و عرفه خریدارشه. اشعث اغبره، چون که این پریشانی و این غبارآلودی نتیجه عبادته. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چهارمین ویژگی این که خداوند شیطان رو به زنجیر میکشه. جهنم 7 تا در داره، درها رو همه میبنده. و بهش 8 تا در داره، هر 8 تا رو در رمضان باز میکنه، از جمله در ریان، دری که فقط روزداران امت محمد صلی الله علیه و سلم از این در وارد میشن و آخرین روزداری که وارد شد اون در بسته میشه. به خاطر که در ماه مبارک رمضان اعمال صالح و کارهای خیر اونقدر به اوج میرسه و حس و حال و هوای بندگان خدا اونقدر رشد میکنه و ایمانی میشه، سبحان الله، که خود به خود درهای جهنم بسته میشه، چون اعمال خیر در دنیا به اوج میرسه. تحقیقات نشون داده در دنیا آمار و ارقام که جرم و جنایت در ماه مبارک رمضان در کل دنیا چه کم میشه. حتی خلافکارا هم روزه هستن. اگه روزه هم نباشن چه؟ جرم و جنایت برید بخونید تو ماه مبارک رمضان چه؟